بعد از اون اشتباه آزمایشگاهی دیگه هیچی مثل سابق نشد. اون ویروس از آزمایشگاه خارج شد و همه جای دنیا رو درگیر کرد. مأموریت تو اینه که به اون آزمایشگاه برگردی و پادزهری که اونجا جا مونده رو پیدا کنی. ولی قبلش باید این قوانین رو بدونی. 1. حواست به همه جا باشه، مخصوصاً وقتی اطرافت ساکته. اونا از هر جایی ممکنه جلوت ظاهر بشن. 2. اگه از طبقه پایین صدای فریاد کسی رو شنیدی که کمک میخواد، اصلاً اونجا نرو. هیچ کس از اونجا نمیتونه زنده بیرون بیاد. 3. اگه تو مسیر چند تا از اونا رو دیدی، از جا تکون نخور و نفست رو حبس کن. اونا نمیبیننت، ولی اگه صدایی ازت در بیاد پیدات میکنن. 4. از درهایی که روشون علامت زدن فاصله بگیر و اصلاً بازشون نکن. اونا پشت درها خوابن و نباید بیدار شن. 5. وقتی به اتاق نگهداری پادزهر رسیدی، باید خیلی آروم وارد شی. اون از روز اول اینجا گیر افتاده و خیلی گرسنه است. حالا باید پادزهر رو برداری و بی صدا از اونجا خارج شی. ولی اگه کوچکترین صدایی ازت در بیاد، دیگه راه فراری برات نمیمونه. موفق باشی.